شب تاریک و طوفانی بود. آرش در خانه اش نشسته بود و به صدای باران که به شدت به پنجره ها می کوبید گوش می داد. ناگهان صدای عجیب از زیر زمین شنید. او که کنجکاو شده بود با چراغ قوه‌ای که در دست داشت به سمت زیر زمین رفت. هرچه به پایین تر می رفت صدا بلندتر می شد. وقتی به انتهای پله ها رسید چیزی را دید که هرگز فراموش نخواهد کرد. در گوشه از زیر زمین دریچه قدیمی وجود داشت که همیشه بسته بود اما اکنون باز بود و از آن نوری مرموز به بیرون میتابید. آرش با احتیاط به سمت دریچه رفت و وارد آن شد. داخل دریچه تونل تاریک و باریک وجود داشت که به نظر می رسید به جای ناشناخته منتهی می شود. آرش با دلهره و هیجان شروع به حرکت در تونل کرد. پس از چند دقیقه به اتاق بزرگ رسید که پر از گنجینه های قدیمی و عتیقجات بود. اما چیزی که توجه او را جلب کرد مجسمه‌ای بود که در وسط اتاق قرار داشت. مجسمه‌ای که به نظر می رسید زنده است و به او خیره شده بود. ناگهان مجسمه شروع به حرکت کرد و به سمت آرش آمد. آرش که وحشت زده شده بود شروع به دویدن کرد در حالی که از تونل به سمت بیرون می دوید. صدای قدم‌های مجسمه را پشت سر خود می‌شنید. وقتی به انتهای تونل رسید با عجله از دریچه بیرون آمد و در آن را بست. آرش نفس زنان به بالا رفت و به خانه اش بازگشت. او هرگز نفهمید که آن مجسمه چی بود و چرا در زیر زمین خانه اش پیدا شده بود. اما از آن شب به بعد هر بار که صدای باران را می شنید یاد آن شب هیجان انگیز و ترسناک می افتاد.